سفر قطعه از عذاب است گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم و الله تعالی این رو به نظر گرفته حتی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، کسی که اگر بیمار باشه یا در سفر باشد ماه رمضان را میتونه از دیگر ماه‌ها روزه دارد. نماز 5 وقته را، نمازهای فرضی را قصر کرد، یعنی به جای 4 رکعت اجازه داد که 2 رکعت خوانده شود، 2 رکعتش را الله تعالی تحفه کرد برای مسافر. همچون قدردانی عذاب مسافر رعایت کرد شریعت. و این چنین یکی از فضیلت های مسافر این است که دعایش قبول می شود تا زمانی که برمیگردد. شما این چنین دعا کنید در حق کل مسلمان ها، علل خصوص مسلمان های مظلوم فلسطین، علل خصوص غزه و مسلمان های اویغور و مسلمان های کشورمان و مسلمان های بنگلادش و مسلمان های سودان و مسلمان های عمومی جهان، مسلمان های بیرمه، آنهایی که در ذلت، در خواری، در عذاب هستند، آنها را دعا کنید. دعای مسافر قبول است.